خداوند و از این بابت بسیار سپاسگزار و شاکریم. همونطوری که خداوند بر ما و شما منت گذاشتند، ما و شما را از این نعمت عظیم و ارزشمند بهره‌مند ساختند. یک منت دیگر بگذارن توفیق شکر این نعمت رو عطا بکنند. همیشه سپاسگزاری و قدرشناسی و تشکر از نعمت‌ها سبب دوام و ماندگاری و افزایش و توسعه نعمت‌ها خواهد شد. لئن شکرتم لأزیدنکم. خیلی خوشحالم و خود را سعادتمند می‌دونم از اینکه امشب هم دوباره لطف خدا و توجه و عنایت باری تعالی شامل حال من و شما برادران عزیز و ارزشمند ایمانی خودم شد که توفیق حضور در این جمع داشته باشیم. امشب ما جمع شدیم برای شکرانه یک نعمت بزرگ، نعمتی که امنیت برای جامعه اسلامی و انسانی به همراه داره، نعمتی که برکت، رشد، توسعه، سلامت، سربلندی، سعادت، خاتمه به خیری، آرامش، شادابی و تراوت، نعمت ازدواج که در جامعه اسلامی متاسفانه تعامل و برخورد خوبی با نعمت ازدواج نشده. این نعمت رو له کردن، پایمال کردن، نابودش کردن، مسیر نعمت ازدواج رو منحرف ساختن. در نتیجه نعمت تبدیل به نقمت شده. امنیت و آرامشی که در ازدواج هست تبدیل به اضطراب و پریشانی و ناامنی و افسردگی شده. برخورد بد و نگاه بد با ازدواج یعنی افزایش آمار طلاق، پیوند تبدیل به تفرقه و جدایی شده. امشب یک نمونه از ازدواج سالم و درست و پاک و ارزشمند هست. خیلی وقتا به ما گفتن جای نماز فقط تو مسجده. در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. ما تو عروسی نماز جماعت خوندیم. معمولا تو جامعه اسلامی نماز رو تو عروسی عیب میدونن، اصلا محلی از اعراب نداره. عروسی که ارکستر سکران و مست و چشمچران و بی‌تقوا داره میخونه، زن و مرد مختلطن دارن میرقصن، مردا مثل گرگ گرسنه حریص و چشمچرانی دارن میکنن، همه یه جورایی غافل و لایبال هستن و هوش و حواسشون رو از دست دادن. اونجا دیگه صحبت از فضیلت محلی از اعراب نداره. خیلی عجیبه وقتی میخواد دختر کسی رو برای خودش حلال بکنه،
متوسل به عالم میشه، متوسل به قاضی میشه، متوسل به مولوی و شیخ میشه. دختر فلانی حرامه برای پسر فلانی. وقتی رفتن خواستگاری موافقت شد، باید شهود حضور داشته باشه، ولی حاضر باشه. یه شیخی، یک عالمی هم با نام خدا و یاد خدا دست اون پسر جوان رو بگیره، صیغه رو جاری بکنه. اگه برادرایی کمی سکوت رو بیشتر رعایت بکنن ممنون میشن. خب خیلی عجیبه، برای اینکه دختر حرام دیگران برای پسرش حلال بکنه نیاز به شیخ هست، نیاز به کلمه توحید هست. بعضی مولوی ها به داماد میگن 10 بار استغفار کن، کلمه توحید بگو، 10 بار صلوات بفرست، با نام و یاد خدا دختر حرام دیگران را برای پسر خودش حلال میکنه. چرا این کار میکنه؟ این که 2 تا جوان به عفت برسند. در حقیقت جشن عروسی جشن عفت و پاکدامنی است. یک زن 2 تا ویژگی داشته باشه، یک مردم باید 2 تا ویژگی داشته باشه تا عفت حاصل بشه و زندگی تداوم پیدا بکنه. اینجا هم علما نشستن، هم متنفذین، هم ریش سفیدان، هم مسئولین، هم جوانان. اگر میخوام یک ازدواجی تداوم داشته باشه، هم مرد و هم زن 2 تا ویژگی باید داشته باشن. یکی خوب باشن، مؤمن باشن، هم زن هم مرد. دخترای ما شوهرای بی ایمان و بی تقوا نیاز ندارن. پسرهای ما هم زنای بی ایمان و بی تقوا نیاز ندارن. این شرط اول، ویژگی اول. ویژگی دوم این که هم زن و هم مرد جذاب باشن برای همدیگر. خوب دقت بکنید، بچه هامون رو دچار مشکل نکنیم، بچه هامون رو به آغوش طلاق نفرستیم. بزرگترها خیلی متوجه باشن، ما ازدواج مصلحتی نداریم، ازدواج به خاطر بابا و مامان نداریم در اسلام. زن باید برای مرد جذاب باشه، غیر از این که خوب باشه باید جذاب باشه برای مردش. اگر زنی خوب باشه، نمازخوان باشه، با حجاب باشه، قرآن تلاوت بکنه، حافظ کل قرآن باشه، روزهای نفل بگیره، نمازهای شب بکنه، یه تار موش هم بیرون نباشه اما برای شوهرش جذاب نباشه، اون خوبی و اون حجاب. بچه هامون رو وادار نکنیم یا دختر خالت بگیر یا دختر عمت بگیر یا دختر دایید بگیر یا شیرم برد حرام. بگیم جوان خوب و مؤمن، اونی که باب دلته ولی خوبی داشته باشه، ایمان هم داشته باشه، دلت هم بخواد. این کمک میکنه به تداوم زندگی. تو نمیتونی دختر تو وادار بکنید به غذایی که دوست نداره. 1 بار، 2 بار، 3 بار. پدر و مادر نمیخواد ازدواج بکنه، دختر و پسرش میخواد عروس و داماد بشه. تو چرا میگی با این؟
بعضی ازدواج ها بعد از 5 تا پسر و دختر منجر به طلاق شده، نتونستن همدیگر رو تحمل بکنن. بینشون عاطفه نبود، جذابیت نبود. باید جوانترها حرف پدر و مادر هدایتگریشون گوش بدن، اما ما رأیمون وقتی دخترها و پسرامون همسر و شوهر خوب و جذاب برای خودشون هم خوبن، هم با تقوا هستن، هم دلشون میخواد انتخاب میکنن، چرا مخالفت میکنیم؟ جشن ازدواج جشن عفته. کشور ما یکی از جوانترین کشورهای دنیاست. ما نزدیک به 40 میلیون جوان داریم. در کشور ما بین 12 تا 15 میلیون نفر در ترافیک ازدواجن. سن بلوغ پایین آمده. بلوغ زودرس و ازدواج دیررس. دخترهای ما تو سن 9 سالگی بعضا 8 سالگی بالغ میشن. فضای مجازی واقعا داره اینجا چه کار میکنه. ماهواره ها، شبکه های ماهواره‌ای، بی‌پروایی پدر و مادر، فیلم های عجیب و غریب، بلوغ زودرس. دختر دوم ابتدایی بالغ شده. آیا میشه دختر دوم ابتدایی رو شوهر داد؟ پسر تو این زمان میشه پسر 13 ساله، 12 ساله، 11 ساله و 10 ساله که بالغ شده بلوغ زودرس داماد کرد؟ اما ازدواج تو سن 30 سالگی، یعنی تو 10 سالگی بالغ شده 20 سال درگیره. پدر و مادری که 60 سالشه تا سرش رو بالشتش گذاشت، رفت به بستر خوابش، هنوز سرش به بستر نرسیده خوابه، خروپفش بالا آمده. اما پسرها و دخترای جوانمون تا سرشون رو بالش گذاشتن تازه بیدار میشن. دیگه مثل دیروز نیست که تو در رو قفل بکنید، حفاظ بزنید، قفل بزنید. امروز دشمن آمده تو اتاق خواب بچه هامون، زیر لحافشون، رو بستر خوابشون، پدر و مادر تو اتاقشون خوابن. این فضای مجازی بیرحم اگر استفاده درست ازش نکنیم، نه تنها پاکی رو از جامعه میگیره، جامعه رو نابود میکنه. در کشور ما بین 12 تا 15 میلیون در ترافیک ازدواجن. بلوغ زودرس، ازدواج 30 ساله، 35 ساله، 20 ساله که جوان شده، بالغ شده، کسی به دادش نمیرسه. آمار خودکشی، آمار سکته، آمار خودسوزی، خودشون آتش میزنن، جوانا میسوزونن، سم میخورن، قرص میخورن. آمار اعتیاد، آمار ایدز، بیماری های عفونی، رفتارهای نامشروع. چرا ما در کشورمون 12 تا 15 میلیون تو ترافیک ازدواج داشته باشیم؟ 90% برمیگرده به پدرها و مادرها. در جامعه وقتی آمار ازدواج بالا میره، آمار امنیت بالا میره، آمار آرامش بالا میره. جرم و جنایت تو جوانهای مجرد 100 برابر اونهایی که متأهلن. این کار با بچه هامون نکنیم. مشکل ازدواج رو حل بکنیم.